میدونستی یه ایرانی هست که بدون امضای اون هیچ کسی توی دنیا نمیتونه تخصص پزشکی بگیره؟ بهش میگن استاده جراحی مغز دنیا. همه جراحای مغز برجسته دنیا شاگردش بودن و هنوزم برای مشاوره بهش مراجعه میکنن. پروفسور مجید سمیعی تنها انسانیه که لقب جراح مغز خدا رو گرفته، چون عملایی رو با موفقیت انجام داده که حتی کامپیوترها احتمال موفقیتش رو 0 اعلام کرده بودن. به 8 زبان زندگی دنیا مسلطه و اولین کسیه توی دنیا که تونسته عمل جراحی مغز رو در حالت بیداری بیمار انجام بده. بیمار باش حرف میزد و اون همزمان روی مغزش جراحی میکرد تا مطمئن بشه به بخش گفتار مغز آسیب نمیرسه، کاری که تا اون زمان غیر ممکن بود. با وجود این همه شهرت و ثروت، بازم مردم کشورش رو فراموش نکرد و بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب خاورمیانه رو با تجهیزات فوق پیشرفته در رشت ساخت. اونقدر در جهان تاثیرگذار بوده که چینی‌ها براش مجسمه ساختن و دانشگاه هانوفر آلمان جایزه‌ای به نام مجید سمیعی داره. برای این افتخار ایران قلب بزن و برای دیدن جدیدترین اخبار و ترندهای دنیا سیکو پیکو فالو کن.